اگه مثل سابق می بود خائن و صادقه در 1 ثانیه تفکیک میکردی. فعلا چشمایت بسته شد آقا کرد. بعد از این دیگه مثل تو هم یک کارمند نداریم علی. بر علاوه واقع پایناق تو در اینجا هم مصروف شدیم. بله شاید که چشمای ما ضعیف شده باشه اما تو خواهی چیز را نمیبینی. کل چیز فراموش کردی اما تو نیست ای که من نزدیکترین دوست پدرت بودم. ای که تو و بیادرت به ما امانت مانده بودن. با خاطر که کمی خانواده را احساس نکنین تلاش کردم. با خاطر خوبیتان هر کار کردم. با خاطر که آشیانه را به شما خانه بسازم زیاد کوشش کردم. با خاطر خواستایتان خدا فدا کردم. دیگه چیز به نام ما وجود نداره آقا کرد. فقط من هستم و او بیادرم که در تحت نظارت شما گم شدرم میپارم. سالا میشه. با خاطری کارم مرا مقصر فکر میکنی علی؟ وقت سلیمان گم شد باز با هم یک جا کار نکردیم. سالا به خاطر پیدا کردن او با هم تلاش نکردیم. بیبی هرنیکو او نفرایش کشتی. با خاطر که تو زندانی نشی هر خطر به گردن گرفتم. اما تو کل اینا را فراموش کردی اما تو نیست؟ ما هیچ چیز را فراموش نکردیم آقا کرد. ما فقط میخوایم بیادرم پیدا کنم. هدفم فقط همی است و به این خاطر هر کار از دستم بیایم میکنم. آفرین علی آفرین. هر کار در توان داری بکن. ما چیزی نمیگم. نیکه من نمیخوایم تو و بیادرت برسی. هر کاری میکنی بکو اما سر ما شک نکو. این کارتا هیچ وقت تحمل نمیتونم. چیزی را که برات یاد دادیم فراموش نکنی علی. اگه آدم یک بار هدف خدا زده نتونه باز بار دیگه اصلا او هدف نشان زده نمیتونه. باور کرد ما هم قناعتش دادم اما بکسک پول هم پیشو ماند. فعلا در پشت پیلوت پلیس ها میگردن آقا. امکان نداره که او بکسک پول ببینه. راست میگی. دوباره بکسک پول گپ میزنیم. او کار اثر انگشت چی شد؟ حلش کردیم. اثر انگشت پیلوت ها پاک کردیم. بیازو شما ایره امتحان کده بودین آقا. پیلوت شما را دید اما نشناخت. بعد از این دیگر رسیدن پیلوت و علی با هم هیچ کدام خطر نداره آقا. خوب است. بازم خطر در گردن گرفتن نمیتونیم. پیلوت وقت هم رو یرنیکو دید 5 یا 6 ساله بود. مرا حالا نمیشناسه اما اگه باید بیاره چی؟ خاطرات و سن و سال بسیار باسانی یاده آدم آمده میتونه. اگه چیزی را کلی میفهمه با چیزی که پیلوت یک جای شوه باز وقت کدام راز باقی نمیمانه جان. یعقوب به نظرت امکان داره خاکورت از ما چیزی را بود کنه؟ چرا باید اخصام یک کار کنه؟ نمیفهمم. تا به امروز همیشه همراهیم بوده. جایش که بوده حتی برم پدری کده. اما این بار یک چیز عجیب است. یگان موضوعات تا و بالا وجود داره. درباره اون موضوع از نزدیک گپ میزنی. نتیجه اثر انگشت کم مانده که معلوم شه. یک بار رفته اثر انگشت ببینم. درست است. منتظر خبرت هستم. درست است.
دخترم امرای پدر در اتاق پشت سر هستیم، تو هم بیا. درست است مادر، تا چند دقیقه دیگه میایم. درست است. اویگار هیچ چیز ده او برابرت نگفت. اینقدر زود قبول کرد که شرکتش ایلا کنی. برات خود گفتم که نگفت. هیچ مشکلی پیش نامد. و دیگه ای که تو چرا قدر پرسان میکنی علی؟ به خاطر که نمیخوایم تو دیگه از ما چیز رپورت کنی. سیفداگ از صبحم سرت فشار نمی آوردم، از آمدن اویگار برام چیز نمیگفتی. آی اوف، اما تا هنوز اون موضوع بسته نشدنی؟ بسته شده. اگه بستم نمیشد باز. سیفدا، بیبی در زندگی چیزی را که من هیچ خوش ندارم دروغ است. تو میگی که مرا دوست داری، اما انسان کسی را که دوست داشته باشه برش دروغ نمیگه. اما تو خود مرا دوست نداری نه؟ بیازو کسی که برام دروغ بگویه او را دوست ندارم. اگه دروغ نگویم باز مرا دوست میداشته باشی؟ بیبی، ازت میخوایم که تو با ما یک وعده بدی. چه قسم وعده؟ بعد از این ولو که هر چیزم شوه دیگه هیچ وقت برام دروغ نمیگی. خود سعیز، اما ما از این موضوع دروغ گفتن واقعا زیاد خسته شدیم. واقعا زیاد. چون نمیخوایم تو را از دست بتم، از او خاطر تو میگم. میرم برات سوپ بیارم. نوش جانت. آقا پیلوت؟ یا مستاد نمیشه. آقا پیلوت بیبی اتا پشت خودم سیل نمیکنه. آقا پیلوت در اینجا چی میکنی ها؟ چی میکنین خانم محترم؟ ببخشین آمر صاحب، ما شما را خیال کس دیگه کردم. اینجا یک کس دیگه کالای پلیسه، یعنی کدام آمر پلیس دیگرم شما دیدین؟ شما خوب هستین نه؟ خوب هستم. بخشش باشه. شبتان بخیر. شب شما هم بخیر. مرا دیگه چی شده؟ ای پیلوت دیوانه، میخواستی به دویگو با ای کارا چی بگویی؟ چی قسم برش توضیح میدادی؟ ای خدایا تو.
دخترم در اینجا تنها شیشتا چی میکنی ها؟ هیچ، اما تا 6 بود مادر. بیا 1-2 دقیقه با هم گپ میزنیم. خو چی کردی؟ آقا پیلوت دیده تا نیستی؟ نه. چرا باید ببینمش؟ یعنی چی که به خاطر چی ببینمش؟ دویگو جان، من واقعا که تو را درک کرده نمیتونم. تو چرا آقا پیلوت خوش نداری؟ نه که جذاب نیست، چی گپ است ها؟ آی مادر، اگه حال برتان بگویم کو جذاب نیست باز باور میکنین؟ البته که جذاب است. خو یعنی او وقت دخترم بی او آدم کار داره، تا جایی که میفهم وضع اقتصادیش هم خوب است. چرا برش یک چانس نمیدی؟ مادر تو چرا سر من فشار میاری؟ درست از دخترم، بیازه به تو هیچ چیزی گفتم نمیشه، اما بی با رفتار تو آدم خفه ساخته. اگه فرارش بدی باز بعدن زیاد پشیمان میشی. با من باور کن که بار دیگه مثل او پیدا کرده نمیتونی. از من گفتن بود هر چیزی که تو میخوای باز اما تو کو. شوی امرای کی گپ میزنه؟ باز در این وقت شو تلفن آقای محترمم خاموش است. آقا وقت دارین گپ بزنیم؟ البته این دیگه چی مانا، بیا بیشی کوکسال. من از دیروز میخواستم که شما گپ بزنم، اما برام گفتن که مصروف هستین. درباره اتفاقات میفهمین. ما فکر کردیم بعد از این دیگه بودن ما در این خانه مناسب نیست. بی کوکسال، مناسبت را که کت شما دارم، اگه فکر میکنین که با سفدا کدام رابطه دارم باز اشتباه میکنین. بی او جداست و یم جداست و دیگه ای که سفدا عروسی کرده. کتی و آدم این موضوع را تغییر دادن نمیتونه. آقا ویگار ما بازم کوکسال لطفاً میفهمم دیگه ای که حالت خانه شما هنوزم خوب نشده، کم دگام به ترمیم ضرورت داره. پس آن کدام وقت دیگه. ببخشی خبر داری که ساعت چند بجه است؟ والا ساعت ندیدیم، اما فکر کردم که شاید بیدار باشی. درست فکر کردی، اما در وقت غلط. در صورت تو هم در وقت غلط نباید در فکر ما بیای جانم. جواب خوب، اما باید ویلون بنوازم. درست در وقت نواختن زنگ زدی سینان. تو تنها می نوازی؟ البته دیگه که تنها می نوازم. اما او پارچه را که می نوازی نباید اصراف شوه. گوش کن، تو بنواز ما مشنوم. نمیشه. لطفاً زینب موبایل قطع نکن دیگه. نه خوب درست است. خدایا بیش از پیدا کردن بیادرم جان من نگیری.
فوق‌العاده بود به خدا. بسیار تشکر. من دیگه خو میکنم. فردا چه پلان داری؟ منظورت است که سبا ببینیم؟ دیده نمیتونیم. پدرم کل نفرای خود از پشت ما روان میکنه. من کل نفرها را جگرخون میسازم. سرت را بالا انداخته نمیتونم. شب بخیر. پیشونی موتر استاد کنی. سلام. سلام، خوش آمدین. من یک نفر میپالم تا محفل ما را رنگین بسازم. من از شما یک چیز را پرسان میکردم. پرسان؟ تا صبح پرسان کو. بیازو همگی سوال هایی را که به تشویش جوابش نیستن از ما پرسان میکنن. نه، او تک چیز نیست. در روی بکسک پول اثر انگشت شما برآمد. شما صاحبی را میشناسین؟ تو پلیس هستی؟ بیبی ده اینجا من کدام کار خلاف نمی کنم. فقط لذت میبرم. به خاطر سابقه جرمی مرا متهم به هیچ چیزی کده نمیتونی. دیگه ای که بالفعل دستگیرم کده نمیتونی. نه ما پلیس چیز نیستم. ببینه ما بیادرم که سالا میشه گمسم میپارم. ای بکسک مربوطم میشه. اگه همراه ما کمک کنه ازتان بسیار زیاد خوش میشم. ای که ای بکسک مربوطه که میشه به یاد ندارم. امکان نداره که هیچ چیزی را به یاد نداشته باشین. خوب فکر کنین. بیا که کم رقص کنیم. اگه گپ بزنیم شاید به یادم بیاید. ببینین تو ده اینجا چی میکنی ها؟ نه که تو هیچ نمیشرمی. سیفدا تو ده اینجا چی میکنی؟ تو اینه بیبی دست تو ده اینجا چی کار داری؟ تو کی هستی ها؟ خانمش هستم جانم. نوارسی کردیم. خب خیلی تر است. چطور شد که در روز اولی آدم فرار دادی؟ گوش شکمتون از بین میبرم. سیفدا درست است، آرام باش. مثل همیشه متوجه شوهرتان بودن نمیتونین باز گناه را سر ما مندازین. تو یه احمق بیبی زن بی‌تربیت. سیفدا آرام باش، درست است. یک دقیقه آرام باش، برات میگم که چی گپ است. چیشو میخوای برام بگویی؟ در این وقت شوکتی قسم یک زن بیش شخصیت در اینجا چی میکنی علی؟ در وجود تو هیچ کدام چرمی وجود نداره. نه که به ناحق تو را مولا صدا میکنن. تو در اینجا چی کار داشتی ها؟ سیفدا پولی را که میخوایی برات نمیتا. بیا کده ما برو خانه. هر قدر که تو بخوایی ما برات میتم. احمق توی مقبولی را نمیبینی؟ آفت صافت. هر قدر که بخوای بازم کم است. مقبولم. چی میکنی ها؟ خیرات باشه بیادر. چی میخوایی؟ درد سر برات میپولی؟ من خو نمیپارم اما
شما حتما پیدایش کردین. خوب است حالا دیگه. علی سیفدا تو آرام باش. علی متوجه باش. حالا سیفدا از اینجا بریم. این رقم از پیش فرار نمیتونی علی. تو در اینجا چی کار داشتی ها؟ سیفدا برات خود گفتم دیگه. به خاطر اثرات انگشت سر بکسک جیبی بیادرم کار میکنم. باور کردم ها. یعنی واقعا از اینکه یک بهانه بهتر پیدا نمیتونستی؟ بهانه گفتی؟ ما با کدام بهانه ضرورت دارم؟ یک بار گپ ما خوب بشنو میفهمی. دوستم یعقوب برم زنگ زد. از سر بکسک جیبی بیادرم تنها یک اثر انگشت برآمد که موزن بود که در داخل کتش گپ میزدم. ما به خاطر گپ زدن اینجا آمدیم. آی او قدر تو آمد سرت زدم علی. واقعا میبخشی چی بفهم اون وقت شماره و قسم دیدم باز. در این صورت بدرتم زیاد چشم سفید است. اگر نه که قسم زنها چی کار داشته میتونه؟ خب حداقل را بگو زن چیزی میفهمید یا نه متاسفانه هیچ چیزی را به یاد نآورد. گفت چند دقیقه برایم شاید یگان چیز به یادم بیایه که دمو اصلا خودت رسیدی. آی علی تو هم نه؟ اگه باید میورد فکر کردی میگفت به یادم آمد. مثل تو یک بچه مخبول پیدا کرده بود. البته که میخواست ببرید. هم بر صورت حالا را برو خانه میریم. حالا؟ لطفاً بعداً به تماس شوید. مادر ما تا یک جایی میرم. کجا میری دخترم؟ به دیدن یک دوستم. او کدام دوستت است ها؟ حالا چی میکنیش مادر؟ یک دوستم از دیگه. باید برم. خود سیست. صبر کو پدرت محترم میاره باز تو برو دخترم. نه هیچ ضرورت نیست. من از همینجا برای خود تاکسی میگیرم. خداحافظ. باز میبینی. تاکسی. ما به کارتل میرم. به سرک تو رو شماره 8. خوب است اما اونجا آدرس ما است. یعنی آدرس جای کار سابق من اونجاست. تو چند روز کجا بودی؟ تو پشت من دق شده بودی؟ یعنی میخواستی من رو ببینی؟ یعنی زنگ زدی؟ من اگه میفهمیدم میامدم. چی ربط داره دیگه؟ گدام خالی بود. مام گفتم یک بار برم ببینیم. ای چی است؟ تاکسیرانی رو شروع کردی؟ بعد از اینکه مشتری من تو شدی چرا شروع نکنم؟ تو حال جدی
میخواستی به جای کار ما بری؟ بله. تو که نبودی به تشویشت شدم. انسانیت کردم. گفتم یک دفعه برام ببینم این آدم کجاست. کار بد کردم؟ نه حتی بسیار کار خوب کردی. خاص است. نظر به ای که خوب استی پس ما باید پایان شم. گرچه مسافرت مام قضیه طول نکشید اما نه والله اگه بانم دی تکسی جای رفتن راننده تعیین میکنه. از او خاطر تو اونجا نشی. پیش روی بیا اینجا بیشتر کیف خود داشت. سیست. زود شو اگه اومده استی بریم. تو برو من میایم در خانه کمی کار دارم. اما ببین وقت نکنی لطفاً. سعید تو تشویش نکو برو. سعید باز میبینی. سیفدا راستش پیش تو شماری پیلوت است؟ نه شماری و پیش ما چی کنه دختر؟ شماری چی میکنی؟ میخواستم ازش یک تشکر کنم. به هر صورت باز میبینیم. چی کنم اگه بیکار بانین؟ این طفل مریض است. در این وضعیت حاملگی ببین طفل ما کلان میکنم. ما پول نیاز داریم. ما زیاد ضرورت داریم خانم. دست پایتا میبوسم دختر. اتو نکنین لطفا. به خاطری که شما بیکار نمانین هر قدر که لازم باشه کار میکنم. براتون وعده میدم. فقط کافی است طفل معصوم خوب شود. سیفدا تو خوب هستی؟ علی ما باید عاجل از اینجا برو. صبر خیرت باشه. کدام گپ شده؟ راستش پدر مریض شده از او خاطر. شفا باشه. پدرت چی شده؟ خب میفهمی دیگه وضعیتش خراب است. همون تو در جای افتیده. مادرم زنگ زد گفت که یک بار باید برم ببینمش. من میرم و زود پس میام. سیس ما تو را میرسانم. نه هیچ نیاز نیست. تو زحمت نکش. من رفته زود پس میام. اگه به خاطر اویگار میگه او خارج از کشور رفته یعنی در خانه نمی باشه دلت جمع باشه. تا وقتی هم که او برمیگرده من رفتم میبینم و زود میایم. سیفدا تو چی میگی؟ زحمت چی؟ میگی پدرت مریض شده. حالا بریم دیگه اگر اینا وقت میشه. حالا دیگه در صورت سیست. خدایا حال ما چطور کنم؟ خب منتظر چی هستیم؟ پیلوت و علی از ما خبر ندارن. هر دویشان در غم جان خود هستن. باید دست به کار شویم. حال در مرحله تحقیقات هستم. به خاطر عملیات هنوز تصمیم نگرفتیم. علی و پیلوت با یکی دیگه خود زیاد شباهت دارن. هر دویشان از خود نقطه ضعف هم دارن. هر دویشان مثل دیوانا عاشق هستند. نقطه ضعفشان مثل رسمان دست است. اول بانکه زندگیشان گدوات بسازم که مرا از خودشان فکر کنن. بعدش دیگه آسان است. چی شده ها؟ راستش ایرا کمی نزدیکتر است. از او خاطر از ایرا آمدم. اگه قسم رانندگی کنی باز پیش از اینکه پایان شام دو دنیا میرم. نه جانم تو چیز امکان نداره. من و جای تو به او دنیا میرم. دیروز چرا گدام آواز نکردی؟ راستش یک کار بسیار مهم داشتم. او چه قسم یک کار بود؟ کار تجارت بود. مثل واردات و صادرات. تو چیزا. در زندگیت کسی است؟ نه اصلا. بله.
اما او از این گپ خبر نداره. پیشوریت سایکو که تکر نکنی. دیگه به خاطر هشدار دادن ناوقت شده. ما از وقت تکر کردیم. با چی تکر کردی؟ با عالی ترین و زیباترین چیز دنیا، حتی با عالی ترینش. بعد از اینکه امرای او تکر کردم، هر جایی که میبینم در هر جایم او است. کدام وقت عاشق شدی؟ نه، یعنی بله. چند دفعه؟ یک بار. یعنی یک انسان چند دفعه عاشق شده میتونه؟ یک انسان در قلبش چند زخم جای داده میتونه؟ پیشوری تو سایکو حالا؟ هر جایی که میریم حداقل صحیح و سالم خبر هستی. تو یک کاری که همینجا استاد کنی، هیچ لازم نیست که داخل بری. هیچ امکان نداره جان. تو چرا قراره باید پیاده بری؟ یعنی به خاطری که تو داخلی خانه نشی تو گفتم. از خانه نه، از صاحب خانه خوشم نمیه. میفهمم. بسیار زیاد تشکر. تو کجا میری؟ حداقل بان ما پدرت شفا باشه بگویم، شاید به چیز ضرورت داشته باشه. نه نمیشه. پدرم جگرخون میشه از او خاطر. پدرت چرا جگرخون شوه؟ یعنی راستش حاله از اینکه مریضه زیاد خوشش نمیاد کسی بفهمه. یعنی از لحاظ روانی دیگه از او خاطر. بیازو اونقدرم یک مریض سخت خو نیست. ما به خاطر که به تشویش نشه گفتم یک بار بیایم ببینمش. تو یک کار کن، برو به کار بارت برس. درسته سلی؟ خود سعیست باز میبینیم. خداحافظ. ما بیازو خبر میتونم برای تو تشویش نکن. ببین شب خدا اینجا نمیمونی، اما تو نیست. نه دیگه تو هم نه علی. راستش جای معده پیش شوهرم هست، همون تو نیست. سعیس آمدم. خب حالا باید چی کنیم؟ اینجا زیاد چی شده؟ راستش چی؟ تو چیزی میگفتی؟ تو یک دفعه بیرون سایکو زیاد مقبول است. زیاد خوشم آمد. هیچ جایی به اندازه چشمایی که من طرفش میبینم مقبول نیست. با آخرین بار کتی که اینجا آمده بودی؟ کتی یک دوستم. دوستت؟ پس او دوستت امو دختر خانه ایست که دیدمش؟ نه دیگه. نه جانم، تو را میشناسی. یکی از دوستای نزدیکم است. ودت میگم، یعنی ودت خود ما. خب سبا گدام آواز میکنی چطور؟ به یک مدت وازش نمیکنم. تو از ما چی را پت میکنی؟ ما هیچ چیزا پت نمیکنم. پت میکنم ها. برات بگویم. برات زنگ زدم، موبایلتم خاموش بود. تو
به من زنگ زدی. بله. گدام بسته بود نه؟ از او خاطر با زنگ زدم. از خاطر انسانیت. خیر دیگه زنگ نمیزنم. نه تو زنگ بزن. تو همیشه زنگ بزن. هر وقت دلت خواست. هر وقت خواستی زنگ بزن. تلفن ما چی شده؟ 10 هفتید. از پیشم 10 هفتید. اگه میفهمیدم تو زنگ میزنی نوشم میخریدم. نه تو را کدام چیز شده؟ کلتون همه قسم هستین. اول فرشته هستین، بعدن باز نزدیک آدم که شوین شیطان میشین. البته یعنی ما نزدیک شدیم. اما تو کل چیز اشتباه درک میکنی. منظور گپم تو یک چیز نبود. یعنی قسمه که دیده میشه و چیزی که در حقیقت هستین همیشه فرق میکنه. ما همیشه یک قسم هستم. یعنی چیزی که هستم میباشم. انشالله. میخوایم برتی یک گپ بگویم. امر کن. ما از لحاظ روحی زیاد خسته هستم. چیزایی را که تجربه کردیم نمیخوایم بگویم. تجربه میکنم. بله قبول است. وقت در پیش تو هستم خدا راحت حس میکنم. اما به حیث یک دوست. حداقل برای فعلا قسم است. بودنت مرا زیاد خوش میسازه. اما اگه تو مرا خسته بسازی، اگه برم دروغ بگویی یا هم کدام کار اشتباه کنی، ارتباط مکتت قطع میکنم. فهمیدم. اما مشکل نیست. یعنی من مثل یک مرمی هستم. نه رایم به دروغ کج میره و نه هم از هدف خطا میخورم. جوس لیموی ما چی شد؟ بیادر چی شده اینجا بیا یک دفعه؟ مادرم بعضی وقت آدم دیوانه میسازه. میگم عجله داریم، بازم پشت سوال کده میره. های خواهر جان، خراستش برش میگفتی. تو خود کدام کار اشتباه نمیکنی. بیازو برش گفتم، اما یکی کار خوب میکنم یا کار اشتباه، او دیگه کاملا واضح سینانجا. به نظر من بسیار کار خوب میکنی خواهر. او تو یک چیز نیست سفدا. در شرکت هر کس برای دعا میکنه. بله جانم، همگی به تو منت دار هستن. به خاطر که به علی دروغ گفتیم فکر میچه آرام نیست دکتر. نمیفهمم. آی چیز نمیشه. پدرت خوب است. به کدام چیز خود ضرورت ندارین نی؟ هر وقتی که بخوایی به گرفتنت میایم. کافی است که یک بار خبر بدی. خدا
آی مجبور هستیم به قدر یک راه دور بریم. چقدر از راه مانده؟ نمیشه کمی تیزتر بری سینان؟ خواهر میخوایی ما را بکشی و ما در باران نمیخوایم تیز برم و خواهر باید از باران لذت ببریم. علی اگه بفهمم به من از مرگم بدتر خود بود. هم بیازو شما نمیفهمید. ها سیفدا از شرکت زنگ زدن به خاطر از این مجله میخواین از طرف شو عکس برداری کنید. قسمت بعدی. یعنی حال کار ما در نصف شب خلاص میشه. های باز ما بعدی چی بگویم؟ نه اوقدر طول نمیکشه. بیازو خبر دادن حالی میاین لوازم در راه از جانم. خانم سیفدا در خانه است. نه او امروز نمایش عکس برداری داشت اونجا رفته.